امروز درباره بی‌قدری آموزگار معلم گپ میزنم. معلم قدر ندارد، معلم آبرو ندارد، معلم نفوذ ندارد. باور کنید چندین حادثه پی در هم رو دیدم. خواستم که در همین باره کمی هم باشد گپ زنم. البته ما یک طرفه بها نمیدهیم. خطاگی از آموزگار نیز وجود دارد، لیکن مشکلات اساسی، خطاگی اساسی از حساب بی‌پرواگی پدر و مادر بیشتر به وجود می‌آید. ما هم مکتب میانه خوندیم. اگر یک خطاگی میکردیم معلم ما رو نیز سرزنش میکرد. اگر خدای نکرده می آمدیم بر پدر و مادر میگفتیم که فلان معلم ما رو یک شپلاق زد یا سرزنش کرد، باز بالای این پدر و مادر دو سه شپلاق دیگه در بر روی ما میزدن، میگفتن معلم بیهوده تو رو سرزنش کردگی نیست. اگر در راه آموزگار را میدیدیم باور کنید دستمون پیش بر تا گذشته رفتنش نمیارستیم جرأت کنیم که به چهرهش بیشتر نگاه کنیم. سریخم السلام علیکم استاد میگفتیم. حالا چی است؟ از دهانمون فقط دشنام میبارد، از دهانمون فقط حقارت میبارد. موچت فلان کنم، اپت بیسمدان کنم، خودت چنان کنم. میدونی چی کار کرده ایستاده ایم؟ بعضا پدر و مادرها اگر بیچاره معلم کمتر فرزند او را سرزنش کند، ای آسمان هفتم می آید، مش را بالای سری آموزگار میماند. میگو تو چی حقی داری بالای فرزندی من چنین میکنی؟ میبخشی؟ یک ساعت به جای آموزگار بیا در همون جا ایست، بعد میفهمی که آموزگار خون دلش رو میریزد، آموزگار چندقدر زحمت میکشد. باور کنید اگر چنین طرفگیری های بی منطق از طرف پدر و مادرها بیشتر گردد، همان قدر ضرر خودشون است. بعد میگوید که فرزندم افباش شده است، فرزندم گپم را گوش نمیکند، فرزندم نمیخواند یا خواند از هیچ چیز نمیشود. این سببی ان همان طرفگیری های بی معنای شما است. البته این گپ به همه علاقمند نیست. کار کردن در کار است. در برابر آموزگار شما تربیه کردنتون در کار است. تا تربیه نباشد تعلیم انکشاف نمی‌یابد. از این خاطر پدر و مادران عزیز در همین مسئله توجه کلان داشته باشید. میگن هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد ملای روم تا مرید شمس تبریزی نشد. خودتون قیاس کنید. بیهوده نیست و بیهوده هم نگفتن که جبر استاد به از مهر پدر. امیدوارم گپی مرا درست میفهمید.